طاهر جان نام تو بالا ببینم دلارم تو را زیباتر از دنیا ببینم آی جان من. هرات باستان یکی از کلان شهرهای افغانستان. این شهر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان هست و همراه با کابل، مزار شریف و قندهار یکی از 4 شهر بزرگ افغانستان به شمار می آید. ولایت هرات در قسمت شمال غرب و در مساحت 55868.5 کیلومتر مربع موقعیت دارد. هرات 924 متر از سطح بر ارتفاع دارد. به طرف شمال آن کشور ترکمنستان، طرف شرق آن ولایت بادغیس و غور، به طرف جنوب آن ولایت فرا و طرف غرب آن کشور ایران موقعیت دارد. نفوس هرات بالاتر از 5 میلیون نفر تخمین زده شده است. مرکز ولایت هرات شهر هرات است. ولسوالی‌های هرات: ادرسکن، انجیل، گذره، شافلان، چشت شریف، زندجان، پوشنگ، سبزوار، قوریان، فارسی، کروخ، کشک، کشک کهنه، کهسان، اوبه، گلران. هرات به شهر علم و فرهنگ نیز شهرت دارد. شهرت هرات به این نام بیشتر به خاطر شاعران، نویسندگان و هنرمندانی هست که از گذشته ها تا کنون در این شهر پرورش یافتند. باشندگان اصلی آن به زبان فارسی با لهجه هراتی سخن میگویند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر افغانستان بوده است. اما باشندگان اصلی این شهر قوم تاجیک هستند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی هست و عمداً زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه هراتی دارند. دیگر اقوام ساکن در آن عبارتند از تاجیک، پشتون، هزاره، ترکمن، بلوچ و غیره اقوام افغانستان. شهر هرات در غرب افغانستان در یکی از هموارترین مناطق جغرافیایی افغانستان موقعیت دارد. هرات در گفتارهای ادبی و رسمی هرات باستان میگوید. این شهر از بابت منارها و معماری‌های عالی و مجلل خود شهرت دارد. هرات یکی از مراکز عمده آموزشی شمرده شده است. این شهر در سال 2009 پس از بررسی شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو شامل برنامه 1000 شهر و 1000 زندگی این سازمان گردید. بسیاری از شاعران، نویسندگان، عارفان و صوفیان فارسی در این شهر زاده شده یا زیسته‌اند. با این همه هرات به دلیل داشتن 2 مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجاری افغانستان به شمال. شهر هرات از شمال و شرق کوهستانی، از غرب و جنوب نسبتاً کوهستانی می باشد. اقلیم این شهر معتدل است که در زمستان به 10 درجه سانتیگراد هم می رسد. در زمستان بارانها و برفها در این شهر می بارند و در تابستان هوا گرم و گاهی اوقات به 38 درجه سانتیگراد می رسد. در بهار هم هوا معتدل و دلپذیر است. مشهورترین غذاهای هرات: کیچیری گوشت لند، قلور تروش، قروتی، پتیماش و شیر برنج.
هرات یک شهری است با زیبایی‌های متفاوت و جالب توجه و بسیار یک مردم خونگرم با فرهنگ اصیل و ارزشمند که بابت ورود به شهر هرات، به سرزمین هرات، خوبیای این مردم و سرزمین زیبایشان خود به خود جلوه‌گر هست، نمایانگر هست و وقتی وارد شهر شود کسی میبینه با یک جمعی از مردم واقعا با فرهنگ، مردم تحصیل کرده، مردم مهمان نواز، مردم خونگر، مردم فرهنگ دوست، مردمی که در یک سرزمین کاملا با عقبه ارزشمند فکری، فرهنگی، تاریخی در این شهر خودنمایی میکنه. زیبایی‌های تاریخی شهر هرات یکی از شهرهای زیبای خراسان بزرگ هست که جایگاه خاص در منطقه می داشته باشه و یک قطعه کاملا متفاوت از آسیا در این سرزمین بزرگ افغانستان است که وقتی در هرات، در زیبایی‌های هرات، در فرهنگ‌های متفاوتی که در این شهر مردمان عزیز اینجی در کنار هم بودن خلق کرده، بر زیبایی‌ها و جذابیت‌های شهر کاملا افزوده است. شهر هرات شهری است که واقعا حق دیدن می داشته باشه، هم برای خارجی و هم برای داخلی. شهر کاملا توریستی با جاذبه‌های توریستی، با جاذبه‌های گردشگری و دیدنی. شهر هرات دارای اماکن تاریخی و اماکن تفریحی زیادی هست که به ترتیب به نمایش می‌گذاریم. قلعه اختیارالدین که به نام ارگ هرات مشهور است. منارهای هرات. مسجد جامع بزرگ هرات که یکی از 5مین مسجد جامع‌های بزرگ جهان است. زیارت خواجه عبدالله انصاری. پل پشتو. پل مالان. این ثابت می‌سازه که هرات به عنوان شهر فرهنگی، شهر سیاحتی مطرحه و با در نظر داشته ای که بیشترین جاذبه ها و عظیمترین اماکن تاریخی که شکوه و عظمت تمدنی در تاریخ کهن افغانستان نشان میده دارد. وقتی ما از قلعه بزرگ و تاریخی اختیارالدین صحبت میکنیم، وقتی ما از نقوش زیبا و نیلگون مسجد جامع بزرگ هرات صحبت و تصویری داریم، وقتی ما از مجموعه مصلی هرات که نمادی از معماری اصیل دوره درخشان تیموری، از مناره ها، از باغ گورشاد صحبت میشه، وقتی از مجموعه بزرگ گردشگری کازرگاه شریف نظر انداخته میشه، در مجموع اینا همه نمادی از ارزش‌های فرهنگی، نمادی از جاذبه‌های زیبا و جذاب گردشگری هرات است. این باعث شده تا هرات بتانه پای سیاحان و جهانگردان از کشورهای مختلف جذب کنه و به هرات بیایند و از هرات دیدن کنند. قلعه تاریخی اختیارالدین دارای دو بخش غربی و شرقی است که در قسمت شرقی آن ارمسرای شاهان و قلعه پایینی آن در سمت غربی قرارگاه نظامیان بوده است. مساحت این قصر تاریخی 5000 متر مربع بوده و دارای 21 برجک میباشد. قلعه اختیارالدین را ارگ بالا اثار هم مینامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر بین محل قطبیچاق و محل بردارانی ها بر روی تپه بلند واقع شده است. عده‌ای از مورخین نیز این قلعه را بقایای شهر آرتوگوانا هرات امروزی می پندارند. یکی از دلایلی که این قلعه به اسم قلعه اختیارالدین معروف گشته است این هست که در سال 705 هجری قمری فردی به نام ملک فخرالدین قلعه را بازسازی نموده و به پاس خدمات اختیارالدین که در این راه کمک کرده بود این قلعه را به نام وی نامگذاری نمود.
این مکان تاریخی در زمانی که امیر تیمور گرگانی در سال 785 هجری قمری هرات را تصرف کرد، میان دیوار قلعه و دیوار اصلی شهر فاصله ایجاد که این بنا از تعدیدهای موجود محفوظ شد. بعد از آن شاهرخ میرزای تیموری در سال 818 هجری قمری فرمان داد تا حصار را از خشت پخته، سنگ و آهک بنا کند. او این بنا را به مرکز فرهنگی و نظامیش تبدیل کرد. قلعه اختیارالدین بیش از 3200 سال تاریخ داره و بیش از 10 یا 12 دوره حکومت‌های مختلف اینجا حکومت کرده و پادشاهی کرده. کسی به نام اختیارالدین، یک قماندان، آمد و این قلعه یک قسمت از این تخریب شده بود، دوباره بازسازی کرد و این قلعه به نام از او یادآوری میشه و تا حال مانده. قلعه پرطرفدار و در هر برج تقریبا حدود 4 یا 5 هزار بازدید کننده داخلی داره. بیشتر از 400-500 تا خارجی که از کشورهای مختلف، ایران، ایتالیا، اسپانیا بازدید میکنن. مسجد جامع هرات در درازای تاریخ فراز و فرودهای زیادی را دیده است. این بنا پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان می باشد. این مسجد از لحاظ تاریخی بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46760 متر مربع می رسد. این بنای زیبا و شگفت انگیز در طول چندین هزار سال پیش از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است و در سال 29 هجری پس از گرایش مردم هرات به دین اسلام این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. چنانچه نخست به جای معبد مسجد کوچک چوبی اعمار گردید و این مسجد در اثر اصابت برقک و یا الماسک که پیشینیان آن را نازله غیبی گویند آسیب دید و پسانتر ترمیم شد و پس از نفوذ دین مقدس اسلام در این سرزمین این معبد باستانی به مسجد یا مرکز اسلامی مبدل گشت و به مسجد جامع معروف گردید. این بنای تاریخی نه تنها یک عبادتگاه بوده است، بلکه یک مدرسه علمی و فرهنگی که در آن شخصیت‌هایی که افتخار کشور و جهان بودند تدریس و یا هم تعلیم دیدند. خواجه عبدالله انصاری، خواجه محمد تاکی و دیگر عرفا و شهرا از جمله شخصیت‌هایی بودند که در این مدرسه تدریس کردند. برای اولین بار این مسجد جامع بزرگ به شکل و سیمای فعلی با داشتن طوق‌های فیروزه‌ای در برج‌ها و رواق‌های زیبا توسط مرحوم سلطان غیاث الدین غوری با استفاده از خشت پخته و تزئینات و کاشی‌های فیروزه‌ای ساخته شد. همچنان در زمان امین سلطان مدرسه‌ای به نام مدرسه قیاسیه در شمال مسجد جامع اعمار گردید و بعدها در عصر تمدن تیموری بر تزئینات و کاشیکاری آن به سبک معماری تیموری کار صورت گرفت. خب شاخصهای عمده که در هرات هست، خب هرات از قدیم و قدیم به اصطلاح یک شهر فرهنگی بوده. ولی از اینکه آبادات هرات، داشته‌های فرهنگی هرات، داشته‌های تاریخی هرات نشان میده که این هرات در تاریخ 5000 ساله خود پیش از اسلام و بعد از اسلام یک تاریخ بسیار شکوهمند داشته. وارد این شهر باستانی هرات که میشوید، نخستین چیزی که در مقابل چشمان شما خودنمایی میکند ستونهای بلند آجوری هست که معماری و ساخت آن با همه ساختمانهای بلند تاریخی دیگر متفاوت است. منارهای هرات یادگار اوج شکوفایی هنر دوره تیموری است که تا هنوز به عنوان نگین هرات پابرجا مانده است.
ولایت هرات به عنوان نگین خراسان در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری در دوره تیموریان شکوفاترین مرحله تاریخی خود را از نظر گسترش هنر، ادبیات، علوم، عرفان و صنایع دستی و معماری سپری کرده است. این منارها توسط ملک گوهرشاد در اواخر قرن 15 میلادی طرح‌ریزی شد و تحت نظارت او ساخته شده است که در طول تاریخ از آن به عنوان یکی از افتخارات هرات یاد می‌گردد. مشعشع‌ترین و درخشان‌ترین دوره در تاریخ هرات که آثار از دوره امروز هم آشکار و جهان از اونا بهره برده و بهره میبره و موزیم های دنیا از آثار قابل انتقال آفریده شده در خطه هرات پر دوره تیموری هاست. قبل از تیموری ها ما چندین تمدن گذرانده، مرکزیت آن هرات بود. متاسفانه در اثر جنگ ها، در اثر کشمکش هایی که به خاطر احراز قدرت در این خطه انجام یافت، خیلی از آبده ها و آثار نابود شد. ما دوره درخشان غزنوی داشتیم که هرات یکی از مراکز بزرگ بود. در دوره سامانی پیش از آن ما هرات یک سرزمین بسیار آباد می‌یافتیم. نوح ابن منصور سامانی وقت به هرات میآید شیفته ای خاک و خطه میشه. در اینجا میگن که بیش از 100 نوع انگور وجود داشته، 120 نوع. 4 مقاله عروضی سمرقندی این مسئله را یاد میکنه و کار به جای میرسه که نوح سامانی اصلا نمیخواه که از اینجا بره و کسایی که آمده بودن با شاه سامانی به این مرکز بزرگ تمدنی او زمان که البته جز خطه سامانی ها بود، اینا به حد خسته میشن که به یاد خانه و خانواده خود میفتند و آرزو میکنن که پس برن دیداری بکنن از سرزمین پدری خود. در دامنه کوهی در شمال شهر هرات، فرزند ابو ایوب انصاری، صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام خواجه عبدالله انصاری آرمیده است. آرامگاهی که از جایگاه خاصی در میان مردم افغانستان به خصوص شهروندان هراتی برخوردار است. خواجه عبدالله محمد انصاری هروی در سال 396 هجری قمری در زمان سلطنت آلپ ارسلان سلجوقی و وزارت خواجه نظام الملک وزیر دانشمند، دانشپرور و هنرشناس وقت به دنیا آمد و در سال 481 هجری قمری درگذشت که در گازرگاه هرات به خاک سپرده شد. پدر او ابو منصور انصاری از فرزندان ابو ایوب انصاری است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام هجرت به مدینه در منزل او وارد شدند. آرامگاه خواجه عبدالله از جایگاه خاصی در میان مردم افغانستان به خصوص شهروندان هراتی برخوردار است و در لهجه مردم هرات او به نام‌های خواجه انصار، پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری و گازرگاه شریف معروف است. وی از کیمیاگران به نام دوران خود بود، اما چیزی که بیشتر باعث شهرتش میشد تسلط او در علوم حدیث، تفسیر قرآن و عرفان بود. حضرت خواجه عبدالله انصاری از جمله کسانی هست که بیش از 1000 سال گذشته از دوره که اونا حیات داشتند و در همین زمان دوره سلجوقی ها بود و در دوره سلجوقی ها هرات هم از مراکز تمدنی بسیار بزرگ بود. این شخصیت والا از دانشمندای طراز اول وقت خود به شمار می رفتند و در عین حال عارف و صوفی بسیار برجسته بود و کسان زیادی در دور آنها جمع شده بودند، از فیض افکار و اندیشه‌های از اونها برخوردار می شدند. خواجه عبدالله انصار آثار و کتاب‌های نوشتند که اون کتاب‌ها ممثل افکار و اندیشه‌های بسیار
عالی همو زمانه و ما امروز هم میبینیم که اندیشه های خواجه عبدالله انصار اثرگذار سر جامعه و مردم ما. از بهترین مسائل اخلاقی در اونجا ما ذکر میبینیم و از بهترین مفاهیم دینی ما در اونجا نمونه های میابیم. یک راهنمای بسیار خوبیه. هیچ کسی از هرات و از خراسان و حتی از دنیا که از افکار از اونا خبر میشن خواجه فراموش نمیکنن و خواجه به دل از اونا میشینه. خواجه صاحب انصار یکی از اونها. مثلا امام فخرالدین رازی از بزرگترین امامهای دینی در عرصه دانش دینی و ایناست. واعظ بسیار بزرگی بود، سالها در مسجد جامع هرات وعظ میکرد، راهنمایی میکرد، کتابا نوشته، تفسیر قرآن نوشته. راهنمایی های این بزرگوار این شخصیت باعث ایجاد یک روحیه علمی و فرهنگی و تحقیقی شده. ما کسان دیگه داریم، ملا حسین واعظ کاشفی از جمله کسایی که کتابا و آثار آنها شهرت بسیار زیاده در همین خطه و در دور پیش و در هند و در سرزمین ایران امروزی و در ماوراءالنهر و اینا پیدا کرده. کسان زیاد، مولانا عبدالرحمن جامی از جمله کسانی هست که دنیا به اونا افتخار میکنه. او خاتم شعرا میگن. خاتم شعرا در بخش شعرهای کلاسیک گفته میشه. شما میبینید که امیر ارشکین نوایی که وزیر مقتدر دوره تیموری ها هست در وقت سلطان حسین بایقرا، خود از یک شخصیت و عالم بزرگ، یک اندیشمند، یک دانشمند، یک شاعر، یک صوفی، یک عارف، کسیه که در عین حالی که این شخصیت ها رو حمایه میکنه، به اینا توجه داره، تمام توانایی ها و امکانات و فرصت ها رو به دسترس اینا میگذاره، خود از او آفرینشگره. بهترین کتاب ها را در عرصه عرفان و تصوف و ادب نوشته کرده. و جالب اینه که یکی از قله های شعر و ادب زبان ازبکیه. بهترین آثار به زبان ازبکی آفریده و در او دوره کسای دیگه هم بودن که چنین کارهای کردن. و این شخصیت والا در عین سیاست یک ادیب بسیار نیرومند و بزرگی بود. به پهلو از اینا ما هنرمندای بسیار والا و بزرگی داریم، مثلا بهزاد هیروی شهرت جهانی داره. مینیاتورای بهزاد و مکتب بهزاد در جهان از جمله بهترین مکاتب، در جمله چهره هنری جهانی هست، شناخته شده برای تمام دنیا. آثاری که از او باقی مانده در لابلای کتاب ها، مینیاتوری هایی که از اونا مانده، اینا کارهای ناب هست که افتخار میکنیم به اونها. خطاطای بسیار برجسته داشتیم. ما به پهلو از این بایسونگور میرزا داشتیم، یکی از شاهزاده های بسیار بزرگ که در عین حال هنرمند بود، به سلطنت رسید. ما وقتی که از این شخصیت های بزرگ فرهنگی خود نام میگیریم، از خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی، مولانا جلال الدین، مولانا عبدالرحمن جامی و ملا حسین واعظ کاشفی و یا امیرعلی شیر نوایی و غیره، و از هنرمندای بزرگ مثل بهزاد بایسونکور که خطاط بسیار برجسته بود و شاهنامه بایسونکوری از افتخارات خطاطی خراسان و در دنیا نظیر نداشته و این در زیر نظر او در وقت از او نوشته شده. ما باید بی توجه داشته باشیم که این سرزمین و این خطه یک ادبیات مردمی و فولکلوریک بسیار نیرومند هم داشته. این خواستگاهی چنین بزرگاهی چنین یک محیطی بوده. مردم عام ما، مردم بی سواد ما، ناآگاه ما در عین حال به ادب و فرهنگ بسیار علاقه داشتند. ما میبینیم که بهترین جلوه های ادبیات مردمی و فولکلوریک در هرات و در اکناف و اطراف هرات وجود داشته و داره.
اماکن تفریحی زیادی نیز هرات دارد که در فصلهای مختلف مردم به دید و بازدید می روند، ولی بیشتر در فصل بهار هرات جای برای تفریح و سرگرمی است، مثل قلعه شربت، پل هاشمی، پل پشتو و پل مالان. این اماکن جاهای بسیار دیدنی است که مردم زیادی برای تفریح به این مکانها می روند. و پارک های داخل شهر مثل تخت سفر که یکی از پارک های بزرگ داخل شهر است، یک مکان تفریحی بسیار بزرگ و دیدنی شهر هرات است. باغ ملت نیز در نزدیکی تخت سفر هست که یک مکان بسیار قشنگ و زیبا است. پارک فرهنگ، پارک ترقی، پارک پای حصار و غیره مکان‌هایی که مردم به تفریح می‌روند. رسم و عنعنات مردم هرات مختلف است، چون از هر قوم و نژادی در شهر هرات زندگی می‌کنند. هزاره، ازبک، پشتون، تاجیک، ترکمن، این همه اقوام در شهر هرات زندگی می‌کنند، ولی بیشتر مردم هرات تاجیک تبار هستند.